من دیگه با تو لیاز و مراد کردم بفهمیدی؟ با کجا میاد؟ پیش نیا پیش نیا چلی خوار بزنی مقد چی میکنم پیش یا نزنی میگو پیش یا نزنی اچاردی برمه پس دیوانه پس که اچاردی برمه صبر کن نمیایم پیش نیا صبر کن پیش نیا تو دوماد مانی صبر پیش کن نیا از همه جو بگو چرا خوار من بزنی ها چرا خوار من میزنی ها صبر کن من گپ بزن تو من از صبر کن من با گپ نمیزنی صبر کن گیرنا بستکه انا نسای کن صبر کن تو بیا اینجا صبر کن گیرنا تو صبر کن پیش نیا صبر کن گیرنا بابا جان من خود یه زن مشکل دارم تو چی سر صدا میکنی نکنه دای بره بازو خوار مر بزنه صبر کن گیرنا چرا کاکا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ اما شما خبر نداری؟ نه من چی خبر دارم؟ چیه؟ چی گفه با؟ بیار دکترش مادر رو بزن. مادر تو رو بزن؟ بله. چرا بزن؟ به خاطر که مادر من برفته به خونه مامامه پیار گفته بودی یک شو بستد مادر من یک شو دگم بستده بود مادر من بیامد بسرا یک دم پیار مردم کوچه بیامد دیدن من بم تا سرا بیجی میکنم مادر من یک دم برم تا سرا چوب ازم درخت وار نکرد بیامد به خونه ایتا مادر من زد ایتا دگر نپو خب سیکو کاکا جو بی خو گپی نیه بی خو خونه براری بوده خب اگه یک شو ایستاده یا دو شو ایستاده خود چی فرقی کرده که باز پیار تو بیامده اونجا با شمشیرکشی کرده خاطر پیار من امامو بد میبره پیار تو از کی بد نمیبره من که برار نو ماما خودی مشکل دارم او که ماماتونه ماماتونه چی خبر نداره من زه نه دیگه من نمیفهمم که خودی میبرار خود چی رقم کنم خودتم خبر داری که من خودی از یه آدم مشکل دارم من نمیتونم حالا برم به پیش از بگم به چی خاطر زن خور زدی یا چری بزدی برو کاکا برو پیار تو هیچ وقت اصلاح نمیشه هر چه که بگی هیچ چی بگی از اصلاح شدن از او خلاصه هر چی که من به تو لیاز کردم تو به خود نفهمیدی بفهمیدی چه کار گیلک چیه صبر کن بیا بله با اعصاب خور خراب نه من میرم کمی چور با من شونا زر خود پوره کنم تو بشی یک دقیقه بشی چرا بشینم لالا یک دقیقه میگی بشی من تو انا شیشتر چرا بشینم بشی به چی خاطر تو میری زن خور بزنی برار چرا میگم چرا برار خوار مر بزده برار همه جبار دوماد ما چرا خوار مر بزده خب صبر کن خوار تو بزده تو به چی خاطر حالی میری با خوار از اون من میرم خوار از اون آخه ما از اون حالیشونی برار خور بگردم گیلک جو سیکو تو عقل به سر خو بیار همین زن تو چی گناه کرده که تو میری غیر برنق به خاطر که او خوار تو زده تو میری غیر برنق خوار ما چی گناه داشته که بزده او خب خونه مشکلات شاید یک گپ خوار تو زده باشه یک گپ او زده باشه خودی هم دگر جنگ کرده باشم خواهی زن تو چی مشکل داره که تو حالا میتا چوب کتی وردیشته میری به سرکلی از اون چرخ میدی نه برار خوار من وقت بزده من خوار از اون میزنم که ما از اون سر به سر شیم ای کار نکو ای کار خوبیت نداره آخه ما هم زن خونه داریم ما و شما مجبوریم به طریقی بسازیم که 4 روز زندگی میکنیم به خوشی زندگی کنیم ما تیریم تو میری خلق خورینجیشته تنگ عمل زدن به جبار نکردم زدن به جبار کردم ای تا نبودک ای تمام از این هم آخله بود خب همون دا به شونا جبار باف کردم خوب که منجگاه بافتاد من مال خوارزاده تو رو بدیدم کدو خوارزاده من گیپکه ها گفتک مادر ما برفته بوده به خونه مامامه پیار ما گفته بوده یک شو بستک مادر ما یک شو دیگه هم بستده بوده خب اینو کار نمیکرد امو که گفته بود یک شو بستک یک شو میستا تو پاسور میخواست میامد به خونه خود تو خبر داری که جبار هیچ رقم اخلاقی نداره حالا که برفته بوده بستده بودم یک شو میستاد پس میامد به خونه خود لالا اصلا من خود جبار چه مشکل دارم من اصلا میرم خوار از اون سلت میکنم که ما و جبار سر به سر آخه جبار از تو بد میبره خودی تو خوش نیه که تیر کنه 4 روز 5 روز
خود تو خبر داری آخه چرا ما مجبور میکنی که میگه اپا برار خب تو با خونه من نماده بود. با خونه کدوم گرفته بود؟ با خونه برار من غوثالدین رفته بوده. خب اصلا ازم شما برارا ما چی رقم خب اصلا هر چی که من نمیگم مشکل داره خود شما. من نمیفهمم که بعد کی میای از من؟ اصلا نمی جبار برار ما یک اخلاق داره. خب خود تو خبر داری که من خود یه مشکل هم دارم. اصلا نمایه که شما برارا رو ببینه. لیرولا قیافه خود پس که اتاره که با خودت دلم یک گنک میکنم. گیلا بعد من از تو میآید. آخه برار خور بگو میگه. راست میگی برار تو میگی بعد تو از من میآید. برار من میگم تا سر سه که فقط میگی مشوریده. آخه هر روز خود شما خیچی کرده خود شما مشکل پیدا کنه. مشکل پیدا کردن حالا من مشکل رو حل میکنم. تو هم بگه قیافه نگی که اینو نه حساب ندارم نیرولا حساب ندارم. زن تو مشکلی نداره بیچاره آخه. دیگه نگی که بعد من میای از تو. دیگه نگی نیرولا تو بده که تو فرش زمین میکنم. تو بده تو میری لکو تو بش یک پنده بش آنه گیلک من خودی تو مشکل ندارم. تو برار من چرا میگی برار من بعد تو میای از من؟ برار من اصلا خود شما مشکل داره. او آدم نیه. او اعصاب نداره. میبینی من خودی مشکل داره بمره و بخوری و نرفتم. تو این کار نکو. تو نرو سیاست را نزن. او گناه نداره. گناه داره آخه. تو حالا میری بزیر چوبور میزنی سر میشکنی یا دستی میشکنی یا پای میشکنی جور مازو چیه؟ تکو گیلک برار خوربه گردم. خود تو خبر داری اگر نداری. جبار که هست برار اندر منه. خوار از هم که هست اندره. اگر نه که خود تو میبینی حمال خودمه و مشکل داره. تو کدوم دینی که ما برار اندر اینو ای بیعقلی خور نکو. برو به خونگاه کو خلق خورم تنگ نکو اعصاب خورم خراب نکو. من برادرانه به تو میگم برو 4 روز زندگی خوب بکو. یعنی عمال جبار بزدم دیگه سر به سر میشه. سر به سر شد دیگه. پاتیار جبار هر چی بزنی من با تو کار ندارم. من روز طرفدارتونم ولی خوار نزنی سیاست کاری نداره جرمی نداره. خوارتون خوارندره کو چی؟ خوارندر منه. او خوارندر منه. خب جبار بزن سر به سر شدی. برو به خونه خو برو. دل ما جمع شد. برو جنجال نکو. خوبه. بال مقال نکو برو به خونه خو. اصلا همی برار ما جبار به کدوم کمی همسایه همی قوم خیشا اینون گرم پخته کده که مردم از این خوش بیایه که با تو پخته کنه که تو هم با دنبال از این میگیدی که بری واسه خواریر بزنی. راست میگی. ما چون چی رقمت سمر چطور جمع میکنم هیچی بال نمیایی. من سر تو گوی من نفهمیدم که هر روز تو بکنم خیر ندیدم. بیشتر نور لازم. خیریاته. بخیری. همین گوی میگم هر چی جمع میکنم برا هیچی بال نمیایی. اصلا همیتا که بود همیتا تکون نمیخوری مچون. بعد ناجور چیزی به دکتر چیزی نشون بده. بابا ناجور هم نیه کجا ناجوره؟ ناجور بوده مغزم میخورد. چه کار کردی نورالله؟ چی؟ بلوکا دیگه به خیر خوشی پیش رفتم دیگه 5000 بلوک با شما بزدم تا حاله. الان بیام آدم پیش تو آمدم لالا رمضان گفتم اگه پول داری یک 5000 پولی بده که باور کو به خونه خو هیچ چی ندارم. نه روغن دارم نه برنج دارم هیچ چی ندارم. خوب گپی مشکل نداره پول به خونه هست به تو میدم یک چیزی به تو بگم نورالله. خوب شد بیام دیگه تور بدیدم. سکو برار. با خبر داره که این بلوکار مایم که با تا با خونه بزنم. کاش در 6 تی باشه. آشپزخونه و حموم هم به داخل خودش ده باشه. به خاطر که مزدمیمونه به طباق میاد حداقل همجا 6 تا باشه. تموم همی کارا خونه از 0 تا 100 مگه تو انجام دی نورالله. لالا رمضان گپ اینه خود تو خبر داری که ما آدم هم برقی هم برنامه هم هر کاری دست میاد. از همین صفر که شروع کنم به خیر خوشی به تو تکمیل میکنم تحویل میدم. رمضان یک چیز دیگه یک سچرخ چیزی پیدا کو کنار از این جگاه انتقال بدم به خاطر که میدان بنده دیگه باز من بلوک زدن نمیتونم تا اینا جمع نشه. خوش شده اونا پاک بکردین اونا. آماده فقط هم سچرخ رای کو ما بار میکنم اینا رو میبرای میکنم تا صحیح مشکل نداره گپ اینه نورالله جو برار جو تو بلوکار بزی آماده کو خلاص که شدک اونا رو برار ما باغ انتقال بدن رد خودی تو همونجا گپ میزنی یا روز مزدوری خودت تو گپ میزنی یا موت اجاره میدم برای تو که همه چیز به جمع خود تو باشه. صحیح گپ اینه هیچ گپ اینه هیچ مشکل نداره. ما پول همون دیرتر میای نمازدگر میای هر دم بچه خوره میکردی بیا در سرا که به تو 5000 پول بدم. حالا کو پول پیش منی. خیر بینی. خود من میام دم سرا می. خوبه هیچ گپ اینه هر دم میام میدی بابا من زنگ ده دم دل جام باش. من واقعیت راستی هیچ چی خورم بیکار نمیگذارم. همین بلوکا خلاص شد به خیر خونه شروع میکنم. شروع کو وقتاره به خاطر که باز دیرتر نشه که باز دم زمستون اینا خوش کی چیزی بشه. برای خداحافظ. بخیر بشی تیار بشی. خوبه دل جام. بخیر بشی. چکی هم بیارم به پیش تو بذارم. ما چون خودت تو گوی ما چه کار کنم؟ هیچ مدل تو
کجا بده گیپک اینجا گو گیلک سلام گیلک چرا گوشی خود جواب نمیدی؟ سیکو بله بشی الده هنی شیشته الده چرزنه دی عقل کمال یاد گیر ما چه کارتانه که بگم گلک که کلمه حالا خودم گیلک بجنگی و با جنگ نیم تو هم با کت پیار خور گرفتی ما چه کارتونم ما ماماتومشون میفهمم ماما منه خاطر تاقل شما گیلک صدا میکنم اصلا شاید به تقل من سرغی صدا کنم بگم گیلک دیونه گیلک سرغی گیلک کمبود تو مگرم بچه نادانه مگرم بچه نادانی هم کنی و من میگم گیلک سرقی گپ بریه جیپر همی هسته که بلیاس خوار من سی میکنم پیار تو که خوش من نمی تو از سر خود بالا میکنم هم تعمی ایوا میدنه که تا به یک موکت زنی اولی ماما سعی کنیم به شما چی میگم بی ما و نانجان ما گفتم خب امشب بیایم به سراما میمونی به چی کار بخونه همه شما بیایم خب خاطر شما و پیار ما اشتیدن که چرا اشتیدم ما نوکر پیارتانه که بیام خود پیارت اشتی کنم من اصلا دوماد مانه جبار بی دوماد گیلک دوماد جبار بی دوماد دیگه نی جباره و وسط نیم گیلکیه میام با نانه خوب بگو که نیم گیلک گفته که ماما میگفته گیلک نگه بگو ماما میگفته من دیگه به صلاح از اینا نمیایم یک چیز دیگه پیار ما که دوماد شما نه چرا اون بسته بیدی پیار تو آه پیار تو نمیک زرزدم نیه که تو به یک ما انگار کنی فکر کنم شفاخونه و نفهمم که به کدوم مسیر کلی از اون چوب خورده میگم امیت بیا ما دی اختراعات که گوتا گیلک چوبه به جرم پوره کده دستی هم به خون شده بود دست پیار تو آه نگو گیلک خیلی غیرت داره بو گفته گوتا چوبه پوره کده اشته غیرت نداری آفرین پیار تو نموک زدم نیه برای گل به سر ما ببارو شلاقم به سر پیار تو همی چوب بنوشم بو خوش بیل برارم ایتا باور که پوره شد دل ما برابر یک پشت پیاز نسوخید به پیار تو بگو اولا دل تو هم میسوزه برو گیپک جو برو برو نماشون بیام خونه ننه بله آه خونه خوشی خوب میام برو اشتی کنه من خود پیار تو اشتی میکنم